در اواسط قرن 19 میلادی هجوم مردم به کالیفرنیا برای کشف طلا باعث شد نیاز به یه مسیر سریع بین اقیانوس‌های آرام و اطلس حس بشه. تنها مسیر موجود عبور از منطقه باریک پاناما بود که حدود 48 کیلومتر عرض داشت. در سال 1881 فردیناند دو لسپس دیپلمات فرانسوی پروژه ساخت کانال رو شروع کرد. همون کسی که کانال سوئز هم ساخته بود عزیزم. ولی خب اون به اشتباه تصمیم گرفت کانال رو در سطح دریا حفر کنه و مجبور شد از دل کوههای منطقه رد بشه. بارونای شدید، بیماریای استوایی و رانش زمین این پروژه را به یه فاجعه‌ای کشوند و با هزینه 287 میلیون دلار و 22,000 کشته متوقف شد. در سال 1903 ایالات متحده بعد از کمک به استقلال پاناما از کلمبیا پروژه را از سر گرفت و به جای حفر کانال در سطح دریا از سیستم قفل‌های آبی استفاده کرد. این قفل‌ها کشتی‌ها را 26 متر بالاتر از سطح دریا می‌بردند. سد گاتون هم برای تامین آب این قفل‌ها ساخته شد که با 32 متر ارتفاع و 800 متر عرض بزرگترین سد زمان خودش بود. در نهایت در سال 1913 با یه انفجار دو اقیانوس به هم متصل شدند. این کانال امروز منبع اصلی درآمد پاناماه و سالانه 14,000 کشتی از اون عبور می‌کنند. ترامپ هم که جدیداً گیر داده بهش. خب درسته دیگه، خودشون ساختنش. نظر شما چیه؟ ترامپ حق داره؟